جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با مقامات پاکستان درباره همکاری‌های دوجانبه اقتصادی و امنیتی گفتگو کرد. جواد ظریف در ادامه سفرش در منطقه درباره سازش اتمی ایران با 5 قدرت جهانی گفتگو انجام می‌دهد. او قبل از ورود به پاکستان در لبنان و سوریه بود. وزیر امور خارجه ایران بعد بازدید از اسلام آباد برای ملاقات با نخست وزیر هند نریندرا مودی به دهلی می‌رود. بعد بازیافت‌های نوی آثار باستانی در تفلیس ممکن است تاریخ شناسان گرجستان کتاب‌ها درباره تاریخ پایتخت کشور را از نو بنویسند. باستان شناسان گرجی میگویند ضمن ҳафриёт در تفلیس آثار تمامی را پیدا کردند که با آب گرم چشمه گرم می‌شد و تاریخ آن به 1000 ساله دوم و یا سوم میلادی برمیگردد. باستان شناسان گرجی تا کنون میگفتند تفلیس در 1000 ساله پنجم میلادی به وجود آمده است. باستان شناسان آثارخانه ملی گرجستان همچنین کوزه و کاسه های سفاری را نشان دادند که از محل ҳафриёт یافتند.